لارس ویلکس مؤلف کاریکاتورهای جنجال برانگیز به ضد پیامبر اسلام محمد روز 3 اکتبر در یک صدمه در جنوب شویتر همراه با هر دو افسر پلیسی که او را از سال 2010 به این طرف محافظت میکردند به هلاکت رسیده است. بنا به خبرها ماشین ویلکس به یک ماشین بارکش برخورده است. راننده آن ماشین نیز جراحت برداشته است. پلیس میگوید این صدمه به احتمال غالب یک حادثه ناخوش بود. ویلکس سال 2007 در موج ماجرای نشر کاریکاتورها به ضد پیامبر اسلام که یکی از مجله فرانسوی سر شد، در نشریه محلی نرایکس الهاندا سر پیامبر محمد را به بدن یک سگ چسبانده نشر کرد. این کاریکاتور موج محکومیت ها را در سراسر جهان به بار آورد و شبکه القاعده ویلکس را در جمله دشمنان اساسی اسلام وارد کرده برای سر او $100,000 جایزه هم مقرر کرد. از سال 2010 بنا به تهدیدها برای محافظت ویلکس دو افسر پلیس را جدا کرده بودند و او همیشه با محافظ میگشت. ویلکس گفته بود که حتی در بهای جانش هم از صورت کشی دست نمیکشد. لازم به یادآوری است که ویلکس تا چاپ کاریکاتورهای جنجال برانگیز به ضد پیامبر اسلام در بیرون از شویتسیا شهرت نداشت و در کشورش هم تنها به یک مرافعه دادگاهی مربوط به یک مجسمه بحث برانگیز ساخته‌اش معروف بود. این مجسمه عبارت از غرم تخته‌هایی است که با میخ به یکدیگر چسبانیده شدند. ویلکس این آفریده خود را همچون اثر هنری خودسرانه در یک باغ در جنوب شویتسیا نصب کرد، ولی مقامات محلی ارزش هنری این مجسمه را زیر سوال برده مؤلفش را به دادگاه کشانده بودند.